ساعت بازار مانند نبود به دیگران، یک راه و یک رو بود و تا به آخر با راه خود رفت و اما در دماغش عطر اندوه. دیگر بازار صابر با نبوغ بی‌غروبش فارغ از قیل و قالهای روزگار در چکاوت‌های شعر و سخن آشیان نهاد و همیشه عروج میکند به فرازهای زیبای نامسخر، به قله‌های مغرور خورشید کله، به امروزهای فروزانفر، به فرداهای شادی گستر. یعنی عروج میکند به بلندی روح انسانها و از همان منبر آفتابی ندای پاک شاعر امروز و فردا و همیشه دیگر طبل بیداری خواهد زد برای این ملت. چقدر آمدن پرتأثیره و چقدر رفتن پرمحتواه.